بسم الله الرحمن الرحیم و السلام علیک یا روح الله. آقا سعید فرمانده این محور عملیاتی ناراحت که نشدید ما اینو؟ چرا؟ برای اینکه از همون اول چیز کردید، قش در معامله انجام دادید و از یه جایی به بعد هر کاری هم که تو گوشش میکنی توصیه بهش میکنی عزیزم آقا نجیب نرو. این مدل فیلم اینها منو به شک انداخت. استیل مدلی که داشت، اینها جذابیتی که داشت و مقطع، اینها رو باید هر واقعی تاریخی رو تو لوکیشن و موقعیت خاص خودش بررسی مورد تجزیه و تحلیل بررسی قرار بدیم. از این دست حرکات اصلا فیض شدن، محو شده اینها و این ریزش داریم اینها. نه، برای کتاب و توسط استاد سکولار دارن پرورش میدن. روح الله برای ما گفته نفس کسایی فقط در میاد که پاپتی باشن و بیرمردی داریم به نام غلامعلی پیچک. آقا بشینید یه مطلبی میخوام برای شما بگم. غیر از این هست السلام علیک یا سوپرا، السلام علیک یا سامسون، السلام علیک یا الگانس. بیش از 40 تا بیلبورد 60 متری دارید شما توی این مسیر. حرف حدیثشون چیه؟ نوکیا، ساعت تیسوت فرانسوی، الماس فلان. پهینت از هبون، پهینت از هبون. این بچه من، دختر من، شما دارید میبرید به سمت ناکجا آباد. مهمان امشب ما، هرچند من یکی دو خط معرفی خواهم کرد خدمت شما ایشون رو، ولی معرفی ایشون نیاز به یک اتفاق تصویری داره که من از اون هم کمک خواهم گرفت. مهندس سعید قاسمی، معروف به حاج سعید قاسمی یا آقا سعید یا چیزهای از این دست. صبر کن مرد حسابی. آقا سعید چیزی از این دست چیه؟ مگه آقا سعید کله پاچه است که میخوای یه دست بهش بدی؟ آقا سعید خودش یه دست کامله، 52 تا برگ رویال، 4 تا آس داره. بر بزن کنار هم نیفته. 10 سال دفاع مقدس، 10 سال دفاع مقدس، کارم بر زدن بوده. 10 سال آزگار. چرا 10 سال دفاع مقدس؟ آقای قاسمی ما شنیدیم 8 سال دفاع مقدس. پسرم شما شنیدید 8 سال؟ 10 سال هم ما شنیدیم. 8 سال و 10 سال میکنه 18 سال. 2 تا نوشابه هم اونجا داشتید. خب من حساب میکنم، ولی همون 2 سال رو شما حساب کن. قیافت هم اینجوری واسه من اگزیستانسیالیستی نکن. نشون میدی؟ وگرنه خودم تا ته خط اندیویدوالیسم رفتم اومدم اینجا نشستم پیشه. بله. خب معرفی آقای سعید قاسمی از یه طریق دیگه هم انجام شده. این معرفی رو مرحوم شهید سید مرتضی آوینی انجام دادن در یک مستند آقا سعید. اسمش هم هست. این بخش کوتاه رو ببینیم. آقا سعید فرمانده این محور عملیاتی همان کسی بود که ما در جستجوی او بودیم. او مظهر همان روحی است که حزب الله را از انسانهای دیگر جدا می کند. ناراحت که نشدید ما اینو؟ با اون خنده رویزیونیستیت پسرم روانی این فیلم بود از ما پخش کردی. 48 سال دفاع مقدس بود، تو همین صحنه فلنگوندن ما رو نشون دادی. حالا تازه داریم، حالا یه چند تا دیگه داریم اینجا دیگه. ما حوزه حاکمیت حکومت ماست. بابا ببینیم بابا اون لوکیشن بیریخته تو. 2 تا سکانس مشت میام تو پلانت فکر چی؟ اون که مقام عظمای ولایت تو حاکمیتش دنبال بدل میگرده، بعد تو سیاهی لشکرش دم از حکومت میزنی. واسه ما ادای سیلوستر استالونه رو در نیار. یه صحبتی گاهی زده میشه یا حالا شنیده میشه این ور اون ور، اون همین که
مدعی هستند. کمتر دیگه سعید قاسمی یا سعید قاسمی هایی پیدا میشن که به یک باره در عرض چند ساعت برن محور ایجاد بکنن و ادعا میشه که این بدنه در واقع دچار ریزش شده. این که میگن سعید قاسمی پیدا نمیشه و این حرفا خب درسته، الان نیست تو بازار، اگر هم باشه قطعش مونتاژیه. گوش میدی؟ تو کوچه برلن، تو بازار دزدا بچه‌ها سعید قاسمی پیدا کردن مونتاژی. الان مونتاژی همه جنسا مونتاژیه، خود مقام عظمای ولایت هم مونتاژیه، اتاقش روسیه، موتورش چینی. واسه همینه الان آب روغن قاطی کرده دیگه. پسرم، دخترم، سوالش روشن من بپرسم برای اینکه از بحث عقب نیفتیم. چرا بعضی از خواص حاضر نیستن این کاری که شما میگید رو بکنن؟ اونی که من میگم بکنید اینه: عینت از هبون. به قول آقا محمود سرشونو بکوبین به تاق. نمیشه که هم این هم این. چی گفتم؟ گفتم نمیشه هم این هم این. 600 تا ریموت، 600 تا بیلبورد هوا کردن. اینایی که این کارا رو میکنن حالا هواشون گوگوری مگوریه، رفتن ددر. این 5-6 دقیقه رو ببینید، من میخوام برای فردا، دیروز امروزمون رو بحث کردیم، برای فردا مردم طبق مدل حضرت امام چه بکنن با این خواصی که دچار ریزش شدند؟ بابا تو هم از اول برنامه قرص ریزش خوردی، همینطوری داری میریزی. آقا جون، اصلا خود مقام عظما اراده برتر کردن که بریزه. آقا روح الله هم همینو گفته، خودشون هم گفتن پشت هر ریزشی رویشه. تو مثلا موهات میریزه دوباره در نمیاد؟ نه نمیاد. مثلا دندونات میریزه در نمیاد دیگه. خب پس مقام عظما چی گفتن پس؟ اصلا ولش کن، یه کشکی گفتن. حالا تو هم اینقدر خباس واسه من نکن ریواس. پسرم، دخترم، فردا که کتونی پوشا، کفش ملی پوشا اومدن تو خیابون، اون موقع فرار کن، بریم ددر. وگرنه این اهن و طلوپ این خواص سبز و آبی و قرمز که واسه ما فنتی نداره. از اون روز باید بترسی که چی؟